سلام بچه‌ها، خوش اومده به یه ویدیو دیگه. من فول هستم. امروز اومدیم بریم کاستوم با هم گیلدیم. بچه‌ها خیلی وقتتون نمیگیرم، لایک نظر سابسکرایب فراموش نکنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها ما کاسو زدیم، اومدیم داخل کاسو. بریم براش. بچه یه ذره کمپر فقط. بچه بازیش خوبه. فقط یه مشکلی داره، کمپره فقط یه ذره. بچه یه دقیقه بایستین دستم یه ذره بد میزنه. بیا دیگه. خط سگ نگاه کن. کجا؟ بیا کجا هد خورد. بیا نترس. آدم یک دفعه میاد بیرون، پس هم فازم چی بود با این فاصله باشد کان دادم. بچه ولف فازی کامنت ها. رفتم تو زون. بچه من یه ذره خط میگیرم چون اینم خطیه. با آدمی که خط میگیره باید جلوش کمپری میکنه، باید جلوش کمپری کنه. دستپتری میکنه، باید جلوش دستپتری کنه. بچه میخواستم هدشون این شد. دستم یه جوری نمیتونم بازی کنم، بد بازی میکنم. دستم بدجوریه. بچه راستی ما چون تازه اوایل چنل رو زدیم، ما تازه به خاطر همینه، ما چون اوایل تازه چنل زدیم بابا لال شدم.
ما تازه چنل زدیم. ما هر 5 روز 10 روز اینا بعد 5 روز 10 روز ویدیو می‌ذاشتیم. الان از این بعد قرار یک روز در میون ویدیو بذاریم. اینا کمپس خطگیر نگاه کن. داشتم حرف می‌زدم. از بعد قرار یک روز در میون ویدیو بذاریم و هر روز شورت ویدیو. بچه من چند روز نبودم به خاطر همین چیز نذاشتم. بچه یه چیز ما اگه از این بعد ویدیومون رو دیر گذاشتیم یعنی یه روز در میون نذاشتیم، شما داخل کامنت ها یه چیز به من بده، یه مجازات به من بدین و من اون رو انجام میدم. بچه آره دیگه بریم سراغ روز صدا هم یه خورده گرفته. کیومرز نکن، کیومرز این کارو با من نکن. دهنه تو سرویس بود. تیر یو ام پی تموم کردی. بیا دستم بچه حاجی لو پنجره گیر کردم. جلیل خدا اومد از اوریون در بیاد من بزنم ولی رکب خورده. نه ذره دمیج نخوردم. بچه دستم یه جوریه. دو تیر خالی کردم آره بچه ولی هد خورد. بچه بذار من کم حرف میزنم. محو بازی شدم. نوب سگ جلیل. اوریون مهمه بچه ها. اگه اوریون بازی حتما با خودتون آتیش ببرین. وای اسفیدی وای گذاشتم از پشت یخ میشه زد. ای لعنت بهت کیومرز. بچه این خط میگه منم مجبورم خط بگم. بیا کیومرز بیا. اوه میکرد چی میشد. هد طلایی میشد. هد تاریخی. کیومرز یه دربی یه هد خوش کرد. آجی بچه من دستم یه جوری کن دارم بازی میکنم نمیدونم چرا. هماش وست کله اون بست میزنم. آجی فکر کنم زونکر شدم ولی نه کور خوندی کیومرز. بچه دستم یهو گیر میکنه میدونین. کیومرز علی میخواد بره از پشت در بیاد. بیا کیومرز علی از این ور در میاد. نه آجی وست بخور. بچه یه دقیقه سب کنیم من یه ماده ای رو به دستم بزنم.
بچه درسته یه صدایی میاد ولی منحرف نباشه. بچه حالا تازه دستم بهتر شد که نمیشه گفت، ولی همونجا یه کوچولو بهتر و بدترش کردم. بیا اوه که دست رفتا. کجا رفت؟ جلیل کجا رفتی؟ جلیل وایتی کجا رفتی؟ بیا اوه 88 از این در میای. اوه وست باید حاجی قبول کن، وست باید حاجی بازون کش. حاجی خب پشت بریم. حاجی ای دبل خشونت. کجا اینجا حاجی من برینم تو این اوریان که تو اوریان نیاری. حاجی میخواد ای دبل بزنه من. اوه هشتادی. این امپی چرا من قفل نمیکنم؟ قفل کنه یه بلایی سرش میاده. من زون کش شدم که من زون کش شدم. بچه نتم رفت و من آیس نگرفتم. به به جلیل بشین باشو بیا آیس بیا بازی کن. نمیدونم آجی میتونستم بزنمش. وولف مرا معرفت تو کامنتو فراموش نشه، میتونستم بزنمش. این کی رفت پشت من؟ حاجی دودول دو تیر.
آجی داره دوتی خالی میکنه. بذار منم دوتی خالی کنم. اوه خشونت. دوتی میزنم ولی سعی میکنم هد بزنم. به خدا از بالا بیای فوشت میدم. خب بچه شما فکر میکنید من فوشش ندادم، ولی در واقع داخل دلم فوش دادم، پس نگران این قضیه نباشید. اوه حاجی من گیر افتادم. حاجی الان یک دفعه از پشتم. جلیل تو میخوایی من از اون گوش بچه باشیم یه ترکیب سمی امپیچر شاتگان ترمال حاجی پشت خیلی کم کرد پاش دیدم. امپی میزنیم. امپی میزنم. اوه خشونت. حاجی خدایی دستم یه جوریه، دستم قشنگ بود. بازی کلا به نفع من. مصب انقدر بازیش خوبه، فقط نمیدونم چرا پشت ایدراب کمپ میکنه، همین خط میگیره. حاجی بد خوردم. چرا بد خوردم؟ دلیلش تو کامنت بنویس. چون خط گرفت. بله بچه از اونجایی که این بشر کمپره و میدونیم الان کجاه، این هلیشاته خیلی نیاز میشه. بیا به کله الان شاتگان سفیده دست کرد. دارم صدای اوریو میشن. این کجاه؟ آجی یه چیز سنگین خود. من الان جونکو شدم مرد حساب. خب بچه حالا بازی کمپ از این سگی تر دیدم حاجی. رو به سگ و نگاه. اوه حاجی نمیخواستم بزنمش، فقط
زدمش که کش کنمش که بره پایین. آره جون خودت نمیخواستی بزنیش، فقط زدی وستشو ریدی. بعد کشکش مگه سگه پسر همگیلدیت درست دست پیتی میکنه ولی دلیل نمیشه سگ بنامیش. یه هد سگی خورد. بچه اینا رو باید یاد بگیم. اینا از من نگه از کی میخواین یاد بگیم؟ این تبلیغ سامورایی میکنیم. بچه ها بیاین اسکنش کنیم. میدونستم میره سمت ایدار نیازی به اسکن کردن نبود. پشت کمانتر کرده. حاجی سگی خورد. گفتم دیگه این نبود دست میگیره و همینجا دیگه به تمومه. مردی داره راش میده اینجاهای، البته اینجاهای. چه چیزی خورد؟ چه چیزی خورد؟ چون دستگاه اسکنری خیلی خوبه برای آدمان کمتر. خوبه رفت بالا. از اونجایی که این بالا این خط گرفته نه و دیدمش یا فکر کنم الان بازم خط گرفت. اینجا دیگه خط گرفت. ولی خطگیری از این بعید نیست یه اینجا رو ببندیم. بیا دیگه کجایی یزید؟ حاجی این زون لعنتی بچه 6 دست گرفت دیگه بسته. میریم برای تمام کردن بازی. نور سگ داره برای من پواد میفرسته. نگاه کن تو کم بری نه من. اینا بس بسوز
جلیل وایتی حاجی بمیر دیگه. بیا بمیر تموم کن دیگه. خب بچه ها اینم بود از یه ویدیو دیگه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و نظر سابسکرایب فراموش نشه. زنگ نوتیفیکیشن هم بزنید. فعلا موزیک بیداره که هی میری پاش هی لیریکاتو بالا پای میکنی رو ریل میری بامبت میاد عدو اطفار عدو تنگا رو در نیا برا من داشت